أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن نهلوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، تعداد من صلوا لله في الحرمين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت 11.
پدر، عمو طلحه، پدر، محمد، عمو طلحه، عمو طلحه. بیچاره از وقت او را اینجا آورده ایم همچنان درد میکشد و ناله میکند و هذیان میگوید. پدرم، خواهش میکنم طبیب کاری بکن درد او تسکین بیابد. خدا را شکر که زخم شمشیر عمیق نبوده و الا اکنون در صف مردگان بود. تمام تلاشم را برای نجات زندگی این جوان انجام دادم. هر وقت بیدار شد سعی کن غذا بخورد. این دارو را نیز به او بده. چیزی که مرا رنج میدهد این است که تاکنون ندیده بودم پدر این گونه بگرید. دلم برایش سوخت. گمان نمی کردم که آرزوی مرگ بکند. او به من گفت ای کاش پدرت 20 سال پیش از این واقعه مرده بود تا جنگ میان مسلمانان را نبیند. اگر به نزدش بروی او را شکسته و حیران میبینی. پس از این همه خونریزی بین مسلمین دیگر لذتی در این دنیا نمانده است. به خدا قسم این عدالت نیست. چرا علی ما را از غنایم منع می کند در حالی که ما با شمشیرمان به دستشان آوردیم؟ چگونه کشتن آنها برای ما جایز است اما برداشتن اموالشان جایز نمی باشد؟ فکر می کنید اگر آنها بر ما چیره می شدند اموال ما را به غنیمت نمی بردند؟ صحبت می کنیم. در این باره با او صحبت می کنیم. نمیدانم چرا ما را از غنایم منع می کنند با آنکه ما با شمشیر و جانمان به دستشان آوردیم. از حقی که خدا به ما داده کوتاه نمی آییم. آرام باش، آرام باش ابن وهب. حقمان را خواهیم گرفت. به خدا قسم. خدا رحمتت کند ای ابا محمد. خدا رحمتش کند. امیر مومنان قبل از دفنش آمده و او را به آغوش کشیده و خاک را از صورتش پاک کرد و گفت برای من سخت است تو را زیر ستارگان افتاده ببینیم ابا محمد. گفت آرزو دارم من، تو و زبیر از کسانی باشیم که خداوند درباره‌شان می‌فرماید و کدورت را از سینه هایشان بیرون می‌کشیم و برادرانه بر تخت ها روی هم می‌نشینند. هنگامی که فوت کردی امیر مومنان از حال روزمان به خدا شکوه برد، اما خواست خدا بود و خواست خدا را کسی نمیتواند تغییر دهد. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید در چادر ما بنشینید زیرا امیر مومنان خسته است. نه، برای نشستن نیامده ایم ابا محمد. فقط آمده ایم از امیر مومنان بپرسیم آیا درست است که او ما را از غنایم اهل بصره منع نموده؟ بله، هیچ یک از شما حق ندارد چیزی از اموال آنها را بردارد. مگر هنگامی که این موضوع برای مردم اعلام شد نشنیدید؟ بله شنیدیم، برای همین آمدیم تا ببینیم. چه شنیده ای ابن صبا؟ چگونه کشتنشان برای من حلال بود اما اموالشان برای من حلال نیست. دروغ میگویی، به پروردگار کعبه دروغ میگویی. کشتن آنها برایتان حلال نبود، ما برای صلح آمده بودیم. ولی آنان منافق بودند و از ولایت امیر مومنان خارج شده بودند. برخی از آنان یاران پیامبر بودند. چگونه به آنها میگویی منافق؟ چگونه؟ به خاطر شورشی که بر ضد ما کردند غنیمت میگیریم. سخن امیر مومنان واضح است و احتیاج به تکرار ندارد. غنیمتی در کار نیست. سلام علیکم. صدق الله العظیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حال مادر مؤمنان چگونه است؟ خوب است الحمدلله. خدا را شکر. نمیدانم ابن ابی بکر چگونه کار به اینجا رسید؟ مادر مؤمنان میگوید
گروه سومی وجود دارند که بین مسلمانان جنگ به راه انداختند. نظر من هم همین است. مادر مؤمنان به من گفت دوست داشتم 20 سال پیش از چنین حادثه‌ای از دنیا می رفتم. راست میگوید. خدا ما و او را مورد رحمتش قرار دهد. از علی ابن ابی طالب نیز شنیدم که همین سخن را میگفت. این چیست ابن قیس؟ این شمشیر زبیر ابن عوام است. شمشیر زبیر؟ شمشیر یار ویژه رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ این شمشیر بسیار از رسول خدا دفاع کرده است صلی الله علیه و سلم. موضوع این شمشیر چیست بزرگ تمیم؟ از کجا به دستت رسیده؟ زبیر کشته شد. عمرو ابن جرموز برای رضای امیر مومنان او را کشت. به خدا قسم دروغ میگوید. زبیر از محبوب ترین افراد نزد امیر مومنان بود. خدا رحمتت کند ابا عبدالله. نتوانستم خبرش را به امیر مومنان بدهم، زیرا میدانستم که او چقدر زبیر ابن عوام را دوست دارد. شما خبر را به او بدهید. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون. چه شده ابن عباس؟ بگو ای حسن. چه اتفاقی افتاده که خشکتان زده؟ زبیر شهید شده ابا عبدالله. چه گفتی؟ زبیر ابن عوام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. چه وقت این اتفاق افتاده؟ خبرش به امیر مؤمنان هم رسیده؟ طلحه و زبیر دو پرهیزگار و خدا ترس در یک روز. حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. این کارشان ظلم است. همینطور است ابن وهب. اجازه نمیدهن غنیمت بگیریم. به افرادمان چه بگوییم؟ چه کاری دستمان ساخته است اشتر؟ همین که اصل کار تمام شد برایمان بس است. هنوز کار مهمتری در پیش داریم. بهتر است دراز بکشی. خدا رو شکر که سلامتی. خدا از هر شری حفظت کند ابا محمد. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ تقصیر تو نبود برادر. نمیتوان جلوی تقدیر را گرفت. ابا محمد، پدرم را ندیده ای؟ نه، او را ندیدم. مهم این است که زخم‌هایت بهبود یابد و سالم و تندرست نزد ما برگردی. امیر مومنان دیشب به عیادتت آمد. من و حسین نیز با او بودیم، اما تو خسته و خواب بودی. پدرم کجاست؟ حال پدرت خوب است انشاءالله. چه میگویی ابن قیس؟ میخواهی به مصر برویم در حالی که هنوز نمیدانم علی چه وقت تصمیم خواهد گرفت به شام بیاید؟ او اکنون مشغول جنگ با زبیر و طلحه می باشد. لا حول ولا قوة الا بالله.
چگونه جنگ رخ داده؟ چه کسی آن را به راه انداخته؟ به خدا قسم خیلی ناراحت کننده است. گوش کن ابن قیس، نمیخواهم با رفتن به مصر تسلیم کسی شویم. نظر شماست. هرچه شما صلاح میگن. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. من شمس ابن ربعی تمیمی از بزرگان بنی تمیم با علی ابن ابی طالب امیر مؤمنین بر کتاب خدا و سنت رسولش بیعت می کنم. چه تصمیمی گرفته ای مالک؟ ما صبر میکنیم. امیر مومنان پیش از ما به خانه عبدالله خزائی رفته است. نمیدانی قرقا چرا او خواسته ما نزدش برویم؟ نمیدانم. همین خانه است. آیا امیر مومنان در خانه است؟ امیر مومنان به قصر اماره رفته است. داخل شویم یا نزد امیر مومنان در قصر برویم؟ نزد امیر مومنان میرویم. شما بروید، من بعداً به شما ملحق میشوم. خدا همگی را رحمت کند عبدالرحمن. اما در این امت زبیر و طلحه بیش از هر کسی در پی صلح و صلاح بودند. امیر مومنان خیلی به خاطر آنها اندوهگین شد. هنگامی که خبر کشته شدن زبیر را به او رساندیم فریاد زد قاتل ابن صفیه را به آتش مژده دهید. خداوند هر کس را که در این جنگ بی گناه کشته شد بیامرزد. مادر مومنان میخواست بین مردم صلح برقرار نماید و گمان نمیکرد جنگ شود. اگر میدانست هرگز دست به چنین کاری نمیزد. حتی امیر مومنان هم گمان نمیکرد کار به جنگ بکشد. به من فرمان داده بود تا نزد مادر مومنان بروم و درباره بازگشت به مکه و مدینه با هم توافق کنیم. خدا بهترین پاداش را نصیبش کند. سلام من و مادر مؤمنان را حتما به او برسان. مرگ بر شما، به زودی حساب شما را هم میرسیم. این ابلهان کیستند؟ از اهل بصره هستند و پیوسته به مادر مؤمنان دشنام میدهند. مادرشان به عزایشان بنشیند. چگونه به خود جرأت میدهید چنین سخنانی به زبان آورید فاسقان؟ همه‌اش تقصیر شماست. بس کن، خدا لعنتت کند. همینها به مادر مؤمنان دشنام میدادند؟ بله، همین فاسقان بودند. آنها را ببر نزد امیر مؤمنان تا در موردشان تصمیم بگیرد. به خاطر زبان درازی به همسر رسول الله صلوات الله علیه دستور میدهد آنها را شلاق بزنند. راه بیافتید فاسقان، راه بیافتید. خدا خیرتان دهد، آنها فاسدند. السلام علیکم ابا محمد. و علیکم السلام. مروان ابن حکم؟ بله ابا محمد. کجا پنهان شده بودی؟ نزد مالک ابن مسمع. خدا خیرش دهد. من کسی را در پی تو فرستادم زیرا کاری داشتم. خب بگو. میخوام از امیر مومنان برای امان بگیری. مگر چه مشکلی پیش آمده مروان؟ کاری نکرده ای که مستحق قتل باشی. مطمئن نیستم. اینجا منتظرت میمانم تا بازگردی. اگر خیر شد که چه بهتر، و اگر نه زمین خدا فراخ است. انشاءالله مشکلی پیش نمی آید. نزد امیر مومنان می روم و درباره‌ات با او سخن می گویم. دیر نمی کنم. تو در امانی ابن حکم، تو در امانی. گمان می کند کیست؟
شهرها با شمشیرهای ما در مقابلش سر فرود آوردند، اما غنایم را از ما منع می کند. بدتر از این پسر عمویش عباس را فرماندار بصره کرده. او نیز مانند عثمان عمل می کند. شاید گمان می کند این 500 درهم دهان معترضان را پر می کند. اگر می دانستم کار به اینجا می کشد از همان اول با او حرکت نمی کردم. به خدا قسم تو از ابن عباس برای فرمانداری بصره لایق تری. اگر تو و قومت نبودید ما بر کافران پیروز نمی شدیم. چه خدمت ها که من با او نمودم، ولیکن پاسخم نیش اقارب. به هنگام خوشی ابن زبیبم، چو بلوا در گرفت ابن عطایب. مرا از خاطرش کرده فراموش، به یادش آورم با 100 عجایب. خوش آمدی ابا محمد. سلام ابن حکم. سلام بر تو. بگو امیر مومنان درباره من چه تصمیم گرفت؟ مژده، خبری خوب. امیر مومنان گفت مروان ابن حکم جوانمردی از قریش و از جوانان مسلمان است و نسبت خویشاوندی محکمی با ما دارد. او در امان است و هر جا دلش می‌خواهد برود. همچنین گفت می‌تواند به مجلس ما بیاید، زیرا ما به همه نیاز داریم. خدا را شکر، خدا را شکر. همین الان میروم با او بیعت میکنم. نمیخواهم قبل از دیدن او از بصره خارج شوم. عبدالرحمن، مادر مؤمنان را به تو می سپارم. مرا نسبت به خواهرم و مادر مؤمنان سفارش میکنی؟ خیالت راحت. خدا حفظتان کند. چهار روز دیگر در مدینه هستند انشاءالله. خدا از خطرهای راه حفظشان کند. حرکت کنید مردم. در بصره دیگر جایی برای ما نیست. به یاری خدا به کوفه می رویم. همه به دنبال من. خدا طلحه و زبیر را رحمت کند. از بهترین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. شخصی که خبر را برایم آورد می گفت زبیر ابن عوام قبل از شدت گرفتن جنگ به پسرش عبدالله گفت امروز افرادی که کشته می شوند یا ظالمند یا مظلوم و من نیز مظلومانه کشته می شوم. پس اگر کشته شدم بدهکاری هایی که دارم را ادا کن. خدا رحمتش کند. آنقدر صدقه داد که مالی برای خود باقی نگذاشت. نگفتم ضحاک اگر به مصر می رفتیم اکنون توسط سپاهی که پیروز شده محاصره می شدیم. به نظر من علی ابن ابی طالب حتما به شام خواهد آمد. بله ابا عبدالله، اگر اینطور نبود از بصره به مدینه باز می گشت. مصلحت در چیست امیر؟ باید کاملا آماده باشید. سپس نگاه میکنیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آن وقت تصمیم میگیریم. آیا میخوایی او به شام برسد؟ نه ابا عبدالله، به خدا قسم نمیخواهم با ابوالحسن درگیر شوم، ولی اگر تصمیم گرفت اینجا بیاید نباید در شام بمانیم. خودت هم با سپاهیان حرکت میکنی یا نه؟
مشورت شما چیست؟ به نظر من بهتر از خودت با سپاه حرکت کنی، زیرا این کار قاتلان عثمان و قبیله هایشان را میترساند. سربازانت هم هنگامی که تو را در سپاه ببینند روحیه میگیرند و قدرتشان برای جنگ بیشتر میشود. امیدوارم علی به سوی شام حرکت نکند. ما هنوز از آنچه در واقعه جمل رخ داده دلشکسته ایم. بله ابن قیس، باید با بقیه نیز مشورت کنیم و ببینیم اهل عراق چه میگویند. انشاءالله. کی راه افتاده؟ پیش از ظهر رفتند و تعداد زیادی نیز همراهشون بود. چگونه بدون اجازه امیر مومنان حرکت می کنند؟ اشتر از این که امیر مومنان او را فرماندار بصره نکرد خشمگین بود، برای همین با قبیله‌اش به کوفه بازگشت. امیر مومنان نیز از این موضوع با خبر است؟ میداند و گفته به کوفه می‌رویم. فکر می کردم چند هفته در کوفه میمانیم تا سپاه حرکت کند. مگر کسی که سپاهش مانند سپاه امیر مومنین باشد میتواند استراحت کند ابن عباس؟ چه وقت سفر می کنید ابا یغزان؟ فردا صبح زود حسن و حسین رفتند تا به لشکریان بگویند برای حرکت کاملا آماده باشند. حتما اتفاق مهمی افتاده که علی با این سرعت به کوفه آمده. میترسم ما را به خاطر کاری که کرده ایم نبخشیده باشد. حال چه کنیم؟ قبل از اینکه بشنویم مردم چه میگویند کاری نمی کنیم. بیایید به آنها ملحق شویم. و عثمان رحمت الله علیه به بهترین شکل حکومت کرد و در میان امت عدالت برقرار نمود. اما گروهی که خدا بصیرتشان را کور کرده بود او را کشتند. سپس مردم نزد من آمدند در حالی که من از امورشان کناره گرفته بودم و گفتند بیعت کن. من قبول نکردم. گفتند بیعت کن زیرا امت جز تو به خلافت هیچ کس راضی نمی شود و ما می ترسیم اگر چنین نکنی مردم متفرق شوند. پس با آنها بیعت کردم. آگاه باشید که من شما را به کتاب خداوند عزوجل و سنت پیامبرش صلوات الله علیه و از بین بردن باطل و احیاء دین دعوت می کنم. این سخنان من بود و از خداوند برای خود و شما و همه زنان و مردان مؤمن و مسلمان طلب آمرزش می کنم. و میدانی که ابا یغزان اهل آذربایجان همگی با امیر مومنان بی هیچ درنگی بیعت کردند. خدا با آنها و تو جزای خیر داد اشعث. قبیله کنده از زمانی که اهل مدینه با علی به عنوان خلیفه بیعت کردند خیلی خوشحالند. خدا حفظت کند ای بزرگ کنده. تو ای ابن قیس انسان معتمدی هستی. برای همینم امیر مومنان تو را از آذربایجان طلبیده تا در هدفی که در پیش داریم ما را یاری کنی. به خدا قسم من و قبیله‌ام گوش به فرمان و مطیع امیر مومنان خواهیم بود. افرادی چون شما کوتاهی نمی کنند یشس، کوتاهی نمی کنند. با اجازه زیاد اینجا ماندم. خانوادت نیز حق دارند تو را ببینند. این چه حرفی است ابا یغزان؟ به خدا قسم نشستن با اشخاصی چون تو پیروزی بزرگی است. خدا خیرت دهد، خدا خیرت دهد. به خدا در پناه خدا. فردا انشالله میبینمت. بفرما. مزین نمودی ای جریر. ای یار جدم صلی الله علیه و سلم. پس میخواهی به شام بروی؟ بله.
امیر مومنان از من خواسته نزد معاویه بروم، زیرا میداند رابطه ما خوب است. شاید بتوانم بر او تأثیر بگذارم و بیعت کند و از جنگی پیشگیری کنیم که در آن تر و خشک با هم میسوزند. بارک الله بر تو. نامه‌ای برای معاویه به دستم داده و گفت تمام تلاشم را برای قانع کردنش انجام دهم، که میداند شاید خدا ما را بیامرزد. چه وقت میخواهی بروی به شام؟ بعد از نماز صبح. تا معاویه را قانع نکنم خیالم آسوده نمی شود. در پناه خدا باشی. مأموریت سختی در پیش داری. اگر اجازه دهید میخواستم چیزی بگویم. بگو ای اشتر. به نظر من فرستادن جریر ابن عبدالله بجلی نزد معاویه کار درستی نیست. چرا؟ محبت بین آن دو بسیار عمیق است. میترسم او بر جریر تأثیر بگذارد. جریر معتمد است ای اشتر، و اگر امیر مؤمنان امانت داری و اخلاص او را باور نداشت برای این مأموریت انتخابش نمی کرد. هر طور صلاح میبینید. نظر امیر مؤمنان است. بفرما ابن جریر، بنشین. خوش آمدید، خوش آمدید. خانم را نورانی کردید، صفا آوردید. خوش آمدید. خدا را شکر که سلامتی. بفرمایید. تعریف کن ابن جعفر، اهل مدینه در چه حالند؟ حالشان خوب است، اما همه از اتفاقی که در بصره افتاده است اندوهگینند. جنگ مسلمین قلبشان را جریحه دار کرده و وفات طلحه و زبیر و محمد سجاد و دیگر مسلمانان اندوهگینشان نموده است. خدا همه‌شان را رحمت کند. همه چیز تمام شده بود. کار تمام شده بود. امیر مومنان با طلحه و زبیر رحمت الله توافق کرده بودند و تصمیم گرفته بودند بهترین کار را انجام دهند تا دوباره آرامش به مسلمانان بازگردد. سپس از قاتلان عثمان رحمت الله قصاص گرفته شود. دستهایی در نهان دسیسه چیده بود. شب مسلمانان با مژده صلح و نیکی خوابیدند، اما با فریاد سربازان از خواب بیدار شدند و هر کس میگفت به ما خیانت شده. امیر مومنان تلاش میکرد مردم را از جنگ باز دارد و طلحه و زبیر خدا رحمتشون کند نیز تلاش میکردند، ولی حیات آنچه نباید میشد. مردان با یکدیگر در افتادند و خشک و تر با هم سوختند. خدا را بر همه چیز شاکریم. خداوند ما و مردگانمان را بیامرزد. پروردگار آمین. این صحیح است که عمو جریر بجلی را به سوی معاویه فرستاده؟ بله. شاید با معاویه به توافق برسیم و جان مسلمانان حفظ شود. شاید معاویه پس از اتفاقاتی که در بصره افتاد از رای خود بازگشته و درخواست قصاص را تا هنگام آرام شدن اوضاع به تأخیر بیندازد. من میترسم که این کار را انجام ندهد. باید از خدا بخواهیم همگی را هدایت کند. تعریف کن ابا یغزان، شما با اهل کوفه چه میکنید؟ هر نژاد و رنگی در آن یافت می شود. مصری، یمنی، قیسی، فارسی، رومی، مسیحی و یهودی. راضی کردن تمام اینها کار بسیار دشواری است. وجود امیر مؤمنان در بین آنها و قرار دادن شهرشان به عنوان پایتخت مسلمین مسبب اتحاد مردم خواهد شد. به 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 به، بیش از این دگر چه میخواهیم نجاشی؟ خیلی چیزها، خیلی عزیز دلم. چنین منظره زیبایی یک زیبا روی کم دارد. مگر روی من چه کم دارد؟ روی تو کجا و روی آن مه رخان افسونگری که کلام دلربایشان ناخوشی را از جان به در میکند کجا؟ وای بر تو نجاشی، میخواهی امیر مومنان بر ما حد جاری کند؟ میدانی که آمدن امیر مومنان به کوفه همه‌اش خوبی است، بجز اینکه ما در انجام آن همه خوشی که به آن عادت کرده بودیم مقید میشیم. این چیست؟
شکلش را فراموش کردی؟ تو واقعا دیوانه ای. شاید. بگیر ای مرد. 40 ضرب شلاق در برابر این خوشبختی چیزی نیست. بیا بنوش. میدانی؟ بله. این خوشی کامل نمی شود جز با شعر زیبای تو. خرگوش. بگیر. نظرت چیست که شعری برایت بگویم؟ از حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت؟ غزل میخواهم ای مرد. ترانه‌ای در این فضای زیبا. هر طور که دوست داری گوش کن. برخیز و بیا بتا برای دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما. به یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم. زان پیش که کوزه ها کنند از دل ما، چون عهد نمی شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدارا. به قربان دهانت. بیاورش بخور. پدر بزرگ شما صلی الله علیه و سلم پدر بزرگ شما زیباترین و خوشروترین انسان بود. پوستش سفید مایل به صورتی بود. پیشانی وسیعی داشت که نور از آن می درخشید. دهان زیبایی داشت. دندانهایش مرتب و ریش پرپشتی داشت. قد او متوسط بود، نه بلند و نه کوتاه، و نه چاق بود و نه لاغر. کف دستانش مانند ابریشم و حریر نرم بود. صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. اگر پدر ببیند که چگونه این زنان در بازار با مردان اختلاط کردن بسیار ناراحت می شود. به خدا قسم که هیچ مسلمانی از آنچه در این بازار میگذرد خوشنود نیست. معلوم نیست چرا امیر مومنان به معاویه نامه نوشته. شاید او را نصیحت کرده که از گمراهیش دست بکشد. هیهات ریاست به کامش خوش آمده. نمیتواند بدون آن زندگی کند. کشته شدن عثمان را بهانه قرار داده. سرانجام آنان نیز باید مانند طلحه و زبیر و پیروانشان شود. آفرین ابن ملجم. در موردشان تنها شمشیر کارساز است. با وجود این گمراهی که در آنند، چرا امیر مؤمنان با آنها مدارا می کند؟ او ابتدا نصیحتشان می کند، سپس بر آنها حد خدا را جاری می کند. قسم می خورم اگر خدا توفیق داد و با معاویه روبرو شدم، او را به رفقایش ملحق می کنم. خدا حفظت کند ای عبدالرحمن. خودت را ناراحت نکن. معاویه به جز با شمشیر از نظر خود باز نمی گردد. مشتاقانه منتظر همچین لحظه ایم. آیا فقط می خواهید درباره آنها سخن بگویید؟ راست گفتی به خدا. بنابراین ابن ملجم، از احوال مردم کوفه بگو. تنها درست است. تو از هر شخصی شایسته تری. بله، اما فرماندار مصر قیس ابن سعد ابن عباده از برکناری خودش سرخورده می شود. چرا سرخورده شود؟ مگر امیر مؤمنان به تو نگفته که به او در کوفه در کنار خودش نیاز دارد؟ همین را بگو، دیگر خودش میفهمد. از تو پنهان نباشد ای مالک، من از این کار می ترسم. زیرا امیر مؤمنان به من خبر داده بخشی از اهل مصر از بیعت با او امتناع کردند و نظرشان مانند اهل شام است. خودت حسابشان را برس و هیچ رحم و دلسوزی به کار مبر. آرام باش ای مرد، آرام باش. امیر مؤمنان از من خواسته با نیکی با آنها رفتار کنم و نصیحتشان کنم شاید نظرشان عوض شود و مرا از درگیری با آنها برحذر داشته تا اینکه کار معاویه مشخص شود. به خدا قسم آنها به خاطر سرپیچی از فرمان امیر مؤمنان و همسو شدن با معاویه فقط مستحق شمشیر هستند. به سفارشات ابن عباده عمل می کنم تا درگیری با آنها پیش نیاید و سعی می کنم دلهایشان را به دست بیاورم.
ولی چه؟ گویی پس از کشته شدن عثمان دیگر نمیتوانم تو را بشناسم. تو با دلت تصمیم میگیری، نه با عقل و شمشیرت. من تغییری نکردم مالک، تو این را خوب میدانی. من از همان ابتدا مخالف کشتن بودم. خشمگین مشو، این را از روی محبت گفتم نه کینه. تو خودت میدانی تو اکنون فرماندار مصر هستی و حق داری هر چه میخواهی انجام دهی. بسم الله الرحمن الرحیم. ای معاویه، بیعت با من در مدینه بر تو لازم بود و تو اکنون در شام هستی، زیرا همان مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من و بر همان چیز بیعت کردند. پس حاضر حق انتخاب و غائب حق رد کردن ندارد. همانا شورا از آن مهاجرین و انصار است و اگر بر شخصی توافق کرده و او را پیشوا نامیدند خداوند از آن راضی است. چه میگویی ای ابا عبدالرحمن؟ گوش کنه جریر. علی ابن ابی طالب کار خوبی کرد که تو را به عنوان فرستادی خود انتخاب نمود. تو در بین صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم جایگاه والایی داری. نزد من نیز از جایگاه ویژه‌ای برخورداری و خودت همین را خوب میدانی. تو نیز در قلب من این چنین هستی ای ابا عبدالرحمن. بگو ببینم نظرت چیست؟ تو با من مشورت میکنی و مستشار امین است. بدان که هیچ خیانتی به تو نخواهم کرد. توقع من هم از تو همین بوده ای جریر. آنچه امیر مومنان درخواست نموده به درستی حق است و نظر او درباره به تأخیر انداختن قصاص تا زمانی که امور سامان یابد کاملا درست است و گذشته زمان نیز درستی آن را ثابت نمود. وطن علی ابن ابی طالب جریر بهترین رهبر است برای مردم، اما حق بیعتی به گردن ما ندارد تا زمانی که از این منافقان و قاتلان صاحب قصاص نگرفته. آرام باش ابن عاصم، آرام باش. اگر قاتلان عثمان 1 نفر یا 10 نفر بودند گفته‌اند مورد قبول بود. اگر امیر مومنان اکنون بخواهد از آنان قصاص بگیرد قبایلشان شورش میکنند و سپس وارد مشکلات بزرگتری میشویم. شما در مورد اتفاقات بصره میدانید و اینکه چگونه بنی سعد در مقابل طلحه و زبیر قد علم کرد. اگر بنی سعد به خاطر حرقوس ابن زهر که فقط 1 نفر بود در مقابل آنان ایستادند، پس نظرت درباره قبایل دیگر چیست؟ تأخیر انداختن چه چیز را برای علی عوض می کند؟ چه فرقی می کند؟ آن کس که اکنون شورش می کند فردا نیز شورش می کند. نه ابا عبدالرحمن، بیشتر قبیله ها اکنون از امیر مومنان سوء استفاده می کنند و اینکه علی نمی تواند در برابر همه آنها بایستد و با آنها درگیر شود. اما فردا هنگامی که امور سر و سامان گرفت ضعیفتر از آن هستند که از امیر مومنان سرپیچی کنند، زیرا همه با او هستند. گوش کن جریر. اهل شام بر من حق مشورت دارند. باید ببینم که آنها چه میگویند. با آنها مشورت کن، اما بدان که نظر صحیح آن چیزی است که امیر مومنان میگوید. ومن الشهيد حسين
بيت النبوة كم يزدان بالسبطين لكن حبهما نسكنه في العينين لكن حبهما نسكنه في العينين صلى عليك الله يا سيد الثقلين شعت من بيت النبوة كم يزدان بالسبطين وكذا على الحسن من وحد الصفين وعلى الحسين والحق في الثقلين وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين